دخترها نیست، بالاخره دختر و پسر نداره، کما اینکه این دور زمونه تشخیصش خیلی سخته دختر از پسر. میبینید دیگه اوضاع عجیب غریبیه. دختر باید حجب و حیا داشته باشه و الله الان زیر ابرو و موی مش شده رو پسرام انجام میدن خیلی راحت. خدا نکنه اون روزی بیاد که پسرا ساپورت بپوشن، یعنی شبیه 2 تا کیوی میشه که پشمک حاج عبدالله زده بیرون از لای سوراخ. صحبت از پشمک حاج عبدالله شد، یه تبلیغ یادم اومد تلویزیون، عجیب غریبه. دیدین تبلیغات کشورهای خارجی تو رسانه هاشون مثلا از آخرین دستاورد و تکنولوژی روز دنیا میاد تبلیغ میکنه، فلان مدل کامپیوتر، فلان مدل ماشین و خیلی از لوازم میتونه واسه زندگی ما موثر باشه. ایران تبلیغاتش اینجوریه: چاکلز حلقه‌ای، چاکلز لوله‌ای، چاکلز فنری، بچین، نه نچین، بچین. آدم اسکول میشه، داش میگه پشمک حاج عبدالله. آدم فکر میکنه باید پشمک‌ها رو بره بچینه مثلا. نمیدونه داستان چیه که. عجیب غریب داستان. من عرض میکنم همه چیزمون با همه جای دنیا فرق میکنه. شما همین بحث دختر پسرا رو داشته باشین تو بحث ازدواجشون. خواستگاری. تو خواستگاری مادر پدر دختره یه کلمه پرسید که ببخشید آقازادتون سربازی رفتن خدمت کردن یا نه؟ سری مادر پسره گفت بله حاج آقا، 2 سال در خط مقدم کلاشاف کلان فعالیت داشتن اونجا. اونا که میخندن مشخصه که به هم دراگون قرض میدن. اینجا تابلو. این چه بازی مسخره بازیه؟ شب تا صبح بشینی نور چشم بذاری، قلعه های مردم رو خراب کنی، سکه هاشون رو بدزدی، صبح بلند شی ببینی که صبح که چه عرض کنم ظهر با سر و کله پف کرده، از خواب پا میشی ببینی همه سکه‌هاتو دزدیدن، غلطم خراب کرد. بازی‌های قدیم جالب بود. قبل اینکه معلم بیاد سر کلاس بچه‌ها کاغذ میجویدن، توفی میکردن میزدن به سقف. معلم میومد شل میشد میافتاد رو سرش، رو که میخندیدن. یا یادمه 1 ساعت روی این پنکه زمینی‌ها بچه‌ها میشدن پشتش اونجوری بچه‌ها چه روزگاری بود. خسته شده. در بحث تأهل و تجرد موضوع عجیب غریبی که هیچ وقت نتونستیم ما هضمش کنیم. میگفت تا زمانی که ازدواج نکردید تمام کسانی که متأهل هستن شاد و خوشبخت، همین که ازدواج میکنی همه مجردا شاد و خوشحال. آدم میمونه این ور درسته یا اون ور درسته. عجیب غریبه. اما میگفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، بدون خرج عروسی همیشه داماد است. بالاخره اینجور تیپ شخصیت‌ها رو شما میشناسید. یواش ببین اینجا یه سوتوشی گلدون من تورادم خون من به خدا جون من بسته به جونت، بسته به جونت، خدا به قربونه به دنبالت میام هر جا که باشی، آخه میمیرم نباشی، نمیذارم دیگه از من جداشی، آخه میمیرم نباشی، میدونم با وفایی الهی زنده باشی، میدونم با وفایی الهی زنده باشی. بیا آمادگی بالاست ماشاءالله. صحبت از سربازی شد در مراسم خواستگاری. میگفتن سربازی تنها راهیه که پسرها میرن و آدم میشن اونجا. اما دخترها چی؟ نه واقعا. اما نگران نباشه چون دخترها فرشته هستن و این را بدانید و آگاه باشید که مقام آدم از فرشته ها بالاتره. اینا دیگه به خاطر اینکه
تشکر میکنم از آقای محمد بلک که اینو برای ما آوردن. الان شما یه شلوار سفید میبینید که داره میره، درسته؟